همدیاران عزیز، 2 آگوست 2024 و به شما نشان میدیم انگور کشمش نوع استالتیا، یعنی عصر میشه. بسیار انگور شیرین با مزه و این انگور رو محض برای تیار کردنی مویز برآوردن. من چلیک مرا بینید، خیلی چلیک خودتون مقایسه کنید چه خیلی کلان است. خدا خواهد و زده 1 هفته من از این انگور حرکت میکنم کشمش زرد تیار کنم. چقدر قندش رو گیرد، علاقه این شیرین شدگی است، بینی های شیرین شدگی است و باز قندش رو گیرد شیرین شود. بعد من از این مویز کنم و به شما نشان دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. انگور شیرین حالی 1 هفته که دیگه ایسته. بعد من از این انگور مویز کنم و به شما نشان دهم. برای چی من میخوام اینا کارا کنم؟ میخوام که ما مویز کنی یاد گیریم، ترفروشی، خشک فروشی مویز کنی یاد گیریم و مویز کرده با دلار فروشیم و خلق دهقان بای شود. این است انگور نوعی کشمشی استالتیا. از این ما نیحال ندارم، ممکن 10 تا 15 تا بروید اگر در خانه یک عبدالله باشد و سال 2025 خدا خواهد بسیار میکنم. 26 نیحالش رو میبروریم. این دانه انگور این تخمینا 2-3 مرتبه از کشمش های معمولی ما از کشمش های محلی ما کلانتر است. این است کشمش نوعی امریکایی استالتیا مونده نوشه. همدیاران عزیز، 1 هفته پس خدا خواهد یا 10 روز پس من این رو مویز میکنم با استفاده از آلتین گوگرد و اشقار که زرد شود، چون که کشمش زرد هم قیمتش بلند است. ما باید یاد گیریم همدیاران عزیز پول کار کردن رو و خلق باید بایی شود. البته من در خدمت شما.